و عزیز، ما دیگه در سرک پل سرخ شهر کابل هستیم. جاده بین کارت 3 و کارت 4 اون طرف سرک کارت 4 است و این طرف سرک کارت 3 و در روبروی ما همچنان حال مردم قدر نمیآید. پل سرخ شهر کابل، البته چهارراهی پل سرخ دوستان عزیز، پل سرخ کو طرف تر است. ببینید پل سرخ اون ساختمان که تازه جور شد دوستان عزیز به نام سلطانی که چقدر زیبا. و سلام و درود نثار همه شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی به پیش. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما دیگه در سرک پل سرخ شهر کابل هستیم. جاده بین کارت 3 و کارت 4 اون طرف سرک کارت 4 است و این طرف سرک کارت 3 و در روبروی ما همچنان چهارراهی گل سرخ و ببخشید دوستان پل سرخ، اگر گل سرخ گفتم ببخشید، پل سرخ گل سرخ خوب طرف های دیگه هست، طرف پروانه 2 میریم طرف پل سرخ دوستان عزیز. دیگه همراه ما باشین. طرف توتاخیل پلازا رو میبینین، جایی که رستوران ضیافت همچنان تازه میخواه به کار شروع بکنه، البته نمایندگی 2 میشه و این طرف هم کلا کندنکاری شده دوستان عزیز. کوچه های کارت 4 هم که من دیدم کندنکاری شده بود. فکر کنم میخواین لاین های فایبر نوری ده که تکنولوژی پیشرفته که از طرف افغان تلکام آمده را فال بسازن، HTTPS بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم. اون چیزا را میخواین فال بسازن و کارتشون هم دوستان عزیز مثل همیشه همون بیربارک خوددار، البته دوستان عزیز دو سمت که پیاده رو است، بسیار بیربارش زیادتر از این طرف است، اما من نمیخوایم که به اون طرف برم چون دیگه باز بیربار همون جنجال خودم داره. اگر اون جنجال رو بگذاریم بهتر است. موترها بسیار هستند دوستان عزیز، بیربار موترها هم است، بیربار آدم‌ها هم است. اینجا رو دیگه این کندن دوستان عزیز دوباره پر کردن، فکر کنم لاین ها رو دفن کردن و خلاص شد و مفال کردنش مانده و بس. این هم دوستان عزیز مرکز خرید افغان چاینا هست که در تصویر مشاهده میکنید. هم مغازه مشهور چینایی ها که مانند روزهای قبل او بیربار و شلوغیت خود نداره، چون که مردم فهمیدن اون چیزایی که میخواین در اینجا پیدا نمیشه و نیست. با مون خاطر باز حال مردم قدر نمیآید. این دوستان عزیز که طرف هم کمتان براتون نشان بودم که باز نگویی کل پیاده رو که هیچ چیز نداشته برای ما نشان دادی و ما هیچ چیز ندیدیم.
سیگنال دیگه داره دوستان عزیز و پیاده رو بیربارتر میشه و گل فروشی های زیاد است اینجا البته که میخوایم براتون نشان بدم. خب دوستان گرامی ساخت سازی طرفان جریان داره و این ساخت سازی بسیار بود دوستان عزیز. چند روز قبل همینجا بودیم و این زمین خالی بود اگر اشتباه نکنم بود. بله چقدر زود کارش پیش رفت و چقدر زود کارش تمام شد. این هم دوستان عزیز از رنگین ترین جاده پل سرخ و کارتیسه شهر کابل که در تصویر مشاهده میکنید چه گلک های زیبایی داره دوستان عزیز اینجا. پیشروی ما هم افراد زیاد هستن. بریم و پیشتر یا خیابان‌های رنگین کابل و این هم دوستان عزیز پل سرخ شهر کابل. البته چهارراهی پل سرخ دوستان عزیز. خب پل سرخ طرفتر است. ببینید پل سرخ اون ساختمان که تازه جور شد دوستان عزیز به نام سلطانی که چقدر زیبا و مقبول ساخته شده واقعا. این سرک دوستان عزیز طرف جاده پوهنتون شهر کابل میبره. کباب ببینید کبابه. ببینید دوستان عزیز و ای هم مسجد زیبای قنداریو که در این بخش ساخته شد. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه. از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال ما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب خوش داشته باشین. در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.